به او پیوستند و شاه بعدتر استعفای خود را به کابل فرستاد. محمد داوود نظام جمهوری را اعلام کرد و همزمان ریاست جمهوری، صدارت عظما، وزارت دفاع و وزارت خارجه را در انحصار خود درآورد. سایر اعضای حکومت او را محمد حسن شرق معاون صدارت، فیض محمد وزیر داخله، انجینیر عبدالحمید محتاط وزیر مخابرات، دکتر نظر محمد سکندر وزیر صحت عامه، دکتر نعمت الله پژواک وزیر معارف، انجینیر پاچاگل وفادار وزیر سرحدات، جیلانی باختری وزیر زراعت و آبیاری، سید عبدالله وزیر مالیه، انجینیر غوثالدین فایق وزیر فواید عامه، دکتر عبدالرحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور و دکتر عبدالمجید وزیر عدلیه تشکیل میداد. بخش اعظم کابینه داوود را کمونیست‌های وابسته به مسکو تشکیل میداد و چون داوود در کودتای خود کمک‌های زیادی را از اعضای حزب خلق دریافته بود، ناگزیر بود پست‌های بلندی را در اختیارشان بگذارد که بعدها جاسوس KGB محمد خان جلالر نیز به حیث وزیر تجارت در کابینه شامل گردید. مسکو کودتای داوود را انقلاب خواند و همان مسکو زمان شاه را زمامدار خردمند و مترقی خطاب کرده بود. با آنکه در زمان داوود شمار مشاورین روس از 250 نفر تجاوز نمی کرد، به نظر می رسید که او پایه های منافع شوروی در افغانستان را استحکام بیشتر می بخشد. زندگی سیاسی محمد داوود از زمان شکل می گیرد که او از فرانسه به کشور برگشت و در وزارت خارجه اشغال وظیفه کرد. او بعدها به رتبه جنرالی به حیث قماندان فرقه مشرقی، حاکم اعلی مشرقی، قماندان قلاردوی مرکز و وزیر حرب تعیین گردید و بالاخره بعد از 10 سال صدارت به وسیله شاه سبکدوش گردید. داوود که در آغاز ریاست جمهوری خود گرایش‌های زیادی به کمونیست‌ها و شوروی داشت، در سال 1353 از مسکو دیده نمود و در توقف کوتاه خود در تاشکند از دوستی صمیمانه حرف زد. ما از دیدن مملکت زیبای شما و مخصوصا از پیشرفتی که به این مدت نصیب شهر مسکو شده قابل تمجید و چشمگیر است. مذاکرات ما با زمامداران محترم شوروی نهایت صمیمانه، نهایت دوستانه و در یک فضای بسیار صمیمی انجام یافت. اما امیدوار هستم که این نتایج ازی برای طرفین مفید و مثمر باشه. داوود در مسکو مورد تفقد برژنف و نیکولای پودگورنی قرار گرفت و بعد نیکولای پودگورنی را با گرمی در کابل استقبال نمود. داوود از گذشته ها تحت تاثیر کمونیستا قرار داشت. میگن که داوود به مطالعه علاقه نداشت و معمولا به ببرک کارمل که خیلی به او نزدیک بود وظیفه میداد تا آثاری را بخواند و بعد به او تشریح کند و به این ترتیب کارمل هر آنچه را که میخواست به سادگی از راه گوش در مغز سردار داوود جا میداد. داوود زمینه رشد کمونیستا را در افغانستان مساعد ساخت و هر گونه امکانات را در اختیارشان گذاشت. او شمار زیادی از اعضای حزب خلق را به حیث حکام در محلات تعیین نمود تا فعالیت‌های خود را در میان مردم آزادانه و با قدرت تمام دنبال نمایند. نهضت اسلامی کشور در عهد ریاست جمهوری داوود ضربه‌های زیادی را متحمل گشت. او انجینیر حبیب الرحمن یکی از مؤسسین نهضت را به شهادت رسانید و استاد نیازی را به حبس دوام محکوم نمود تا آنکه استاد نیازی نیز در دوره خلقی ها به شهادت رسید. و به اثر همین روش‌های ضد اسلامی به سوی قصدهای داوود، پروفسور برهان الدین ربانی، انجینیر گلبدین حکمتیار و مولوی محمد یونس خالص نیز ناگزیر شدند به پشاور هجرت نمایند. دلب 1354 داوود روی جرگه قلابی را دایر نمود و بقای خود را برای 6 سال دیگر در مقام ریاست جمهوری ادامه بخشید. به گوشه از این جرگه که عزیزالله وصفی شخص نزدیک به داوود آن را پیش میبرد نگاه کنید.
تصمیم ملت افغانستان باشه، اگر او با قربانی و جان و مال و اولاد باشه، ما یقین بدانید که زیر نخواهد. داوود حتی قبل از ریاست جمهوری خود نیز به گونه‌های مختلفی در برابر نهضت اسلامی کشور قرار می‌گرفت. داوود در آغاز دوره ریاست جمهوری خود به حد هواخواه پرچمی ها بود که به قول صباح الدین کوشککی در پاسخ یکی از نزدیکان خود که او را به دوری از پرچمی ها توصیه می‌کرد گفته بود که در کشور ما عادت شده که در دم هر شخص مترقی لطه سرخ گره می‌زنند. داوود اقدامات زیادی را بر ضد نهضت اسلامی کشور در عرصه اجرا گذاشت. طی سالهای 1352 تا 1354 نهضت نیز در برابر داوود به پاسخهای پرداخت. قیام‌های در پنجشیر، سرخرود و کنر به وقوع پیوست، اما برخلاف پلان طرح شده حرکتی در کابل از جانب کریم مستغنی رخ نداد. مسعود طی یک مصاحبه گفته است که من با کودتا و یا قیام بر ضد داوود 100% مخالفت داشتم. وی حتی یکی از علل مخالفت خود را با حکمتیار پافشاری او در این امر خوانده است، زیرا ناکامی قیام بنابر پیشبینی مسعود می توانست نهضت را آسیب پذیرتر بسازد. داوود در اواخر دوره ریاست جمهوری خود در حالی که دیگر کمونیست‌ها در اردو و سایر نهادهای دولتی به وسیله خود او ریشه دوانیده بودند، می‌خواست از کمونیست‌ها فاصله بگیرد. روی این علت حمید محتاط را به جرم عدم اطاعت در کنار می‌سازد و پاچاگل وفادار را که خانم روسی داشت به نام سفیر از کشور بیرون می‌کند. مسکو اعتماد خود را نسبت به داوود از دست می‌دهد و او را نزد خویش فرا می‌خواند تا در زمینه وی را هشدار دهد. 17 و 18 اپریل 1978 برژنف طی ملاقاتی از داوود می‌پرسد که آیا راست است که شما خواهش اعزام مشاورین را از امریکا بردهید؟ و داوود در برابر پاسخ می‌دهد که من رئیس جمهور یک مملکت آزاد هستم و کسی حق طرح چنین پرسشی را از من ندارد. داوود به زودی دیدار از مسکو را قطع می‌کند. سردار غافل بدون آنکه متوجه تصفیه کمونیست‌ها در اردو گردد، جلالر جاسوس کجبی را در ترکیب هیئت میتی خود شامل ساخته و سفرهای متعددی را جهت دریافت کمک‌ها و آماده سازی زمینه تحصیل افسران افغان به کشورهای هند، مصر، عربستان و کویت انجام می‌دهد. داوود در عربستان مراسم حج عمره را نیز ادا می‌نماید، اما نمی‌شود فراموش کرد که همین داوود به حکم خود وفادارترین اعضای نهضت اسلامی کشور را یا شهید ساخته یا به نحوی در شهادتشان دست داشته است. گفته می شود ضمن دیدار داوود از کویت، امیر کویت به داوود گفته بود که اگر واضحاً افغانستان را در برابر شوروی قرار دهد، کویت چک سفیدی را به او خواهد سپرد. اواخر حمل 1357 داوود پس از سلسله مذاکرات ظاهراً موافقانه به کابل برمیگردد. کمونیست‌های خلق پرچم به وسیله جلالر جاسوس کجبی در جریان مذاکرات داوود قرار می‌گیرند و آن را به مسکو گزارش می‌دهند. امین به دستور و کمک کجبی از گذشته‌ها گروپی را در اردو پرورش داده بود. او چند بار طرح کودتا ریخت، اما با مخالفت کریچکوف آمر استخبارات کجبی مواجه گردید. 6 ثوره 1357 سران حزب کمونیست خلق به امر سردار داوود به زندان انداخته می شوند، اما داوود بنابر موجودیت کمونیست ها در کابینه نمی تواند در مورد سرنوشت آنها تصمیم قاطع اتخاذ نماید. داوود فکر می کرد که پس از گرفتاری سردسته ها از صفوف کاری ساخته نیست. امین که در نظارت قرار داشت هدایتی را به وابستگان نظامی خویش می رساند. جگلن محمد رفی، مزدوریار، گلابزوی، جگلن اسلم وطنجار و دگروال عبدالقادر رئیس ارکان قوای هوایی صبح 7 ثوری 1357 دست به کودتا علیه داوود میزنند و در ضمن یورشی که 600 نفر نظامی کمونیست در آن اشتراک داشتند مقاومت گارد جمهوری به زودی در هم میشکند. 5 عصر تعمیر رادیو افغانستان اشغال میگردد. با آنکه تصاویر مستند از این صحنه‌ها در دست نیست، اما جریان شاید به همین سادگی بوده باشد. به زودی پس از اشغال رادیو امین اعلام می‌دارد که وطنجار اعلامیه شورای انقلابی را می‌خواند و داوود در حالی که زنده است خبر مرگ خود را از رادیو می‌شنود. شورا اعلامیه اسلم وطنجار در زیردار و د قوا و جگران اوروي. د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادرخان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
دولتی قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو، ستاسو ولسي دولت چې د انقلابي شورا په لاس کې دی خبر درکوي چې هر ضد انقلابي سړی چې وغواړي چې د انقلابي شورا له هدایت او مقرراتو څخه سر وغړوي، ژر تر ژره یې د نظامي انقلابي مراکزو ته وسپارئ. دگر جنرال غلام حیدر رسولی وزیر دفاع نمیتواند فرقه 8 را برای مقاومت آماده سازد و به زودی کشته می شود. لومړی بریدمن امام الدین داود را به تسلیمی دعوت می کند، اما داود به او می گوید که تو یک ضابط هستی و من رئیس جمهور، از من اطاعت کن. و به این گونه داوود هدف رکبار قرار می گیرد و کشته می شود و در نتیجه 29 تن از نزدیکان داوود نیز به قتل می رسند. بنا به گفته یک توریست که در هتل در نزدیکی ارگ اقامت داشت، تفاوت‌های زیادی در مهارت‌های پیلوتان حمله کننده بر ارگ وجود داشت و حتی پیلوتان روسی نیز در کودتا شرکت داشتند. به این ترتیب کودتای روسی خلقی ها به پیروزی می رسد و صفحه تراژدی تاریخ افغانستان آغاز می یابد. بخش نخست، دولتداران بی تجربه، مخالفت‌های جدید خلق و پرچم. پس از صورتگیری کودتای کمونیستی، دسته‌های خلق و پرچم تحت فشار بیشتر حزب کمونیست شوروی و سازمان جاسوسی KGB قرار می‌گیرند تا به هر شکلی که شده در ائتلاف با هم حکومتی را تشکیل دهند. در گذشته در سال 1346 بود که گروه پرچم با سردستگی ببرک کارمل روابط خود را با جناح خلقی ها قطع نمود و بعدها در سال 1356 هنگامی که شوروی از محمد داوود به حراس می افتد، خلق و پرچم را وادار می سازد تا با هم آشتی نمایند. گروه های خلق و پرچم که تقریبا در عملیات ضد داوود نیز اشتراک مساویانه داشتند، عصر 7 ثور 1357 شورای انقلابی قوای مسلح را به اشتراک دگربال عبدالقادر، جکلن محمد رفیع، شیرجان مزدوریار، گلابزوی، استم وطنجار و برخی دیگر تشکیل می دهند که 3 روز پس از کودتا در 10 ثور 1357 برابر به 30 اپریل 1978 به این نتیجه می رسند تا نور محمد ترکی سردسته گروه خلقی ها را به حیث رئیس شورای انقلابی و صدر اعظم رژیم کمونیستی بپذیرند. البته در این رابطه شوروی ها نقش فعالی را بازی می نمایند. 11 ثور 1357 طی فرمان شماره 2 شورای انقلابی ترکیب حکومت کمونیستی که در آن دسته‌های خلق و پرچم در حد مساویانه اشتراک داشتند به این ترتیب اعلام می گردد: ببرک کارمل سردسته جناح پرچم معاون شورای انقلابی و معاون صدر اعظم، حفیظ الله امین معاون صدر اعظم و وزیر خارجه خلقی، جکلن محمد اسلم وطنجار معاون صدر اعظم و وزیر مخابرات خلقی، دگربال عبدالقادر وزیر دفاع پرچمی، نور احمد دور وزیر داخله پرچمی، دکتر شاولی وزیر صحت عامه خلقی، دستگیر پنشیری وزیر تعلیم و تربیه خلقی، سلطان علی کشتمند وزیر پلان پرچمی، عبدالکریم میثاق وزیر مالیه خلقی، محمد حسن بارق شفیعی وزیر اطلاعات و کلتور پرچمی، سلیمان لایق وزیر رادیو تلویزیون پرچمی، دکتر اناهیتا راتبزاد وزیر امور اجتماعی پرچمی، دکتر صالح محمد زیری وزیر زراعت خلقی، محمد اسماعیل دانش وزیر معدن و صنایع خلقی، نظام الدین تهذیب وزیر سرحدات پرچمی، محمد منصور هاشمی وزیر آب و برق خلقی، محمود سوما وزیر تعلیمات عالی خلقی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی سارنبال خلقی، جکلن محمد رفیع وزیر فواید عامه پرچمی و عبدالقدوس گربندی وزیر تجارت خلقی.
همچنان سازمان جاسوسی اکساد افغانستان دیگه تود ساتلو اداره با اسدالله سروری که در قساوت و بیرحمی شهرت داشت و همزمان به ترکی و کارمل نزدیک بود سپرده شد. ترکی که رفقاش او را نابغه شرق جا می زدند از جاهلترین افراد جناح خلق بود. او به سال 1917 برابر به 1296 در ناوه غزنی تولد یافت و پدرش نظر محمد شغل دهقانی داشت. ترکی پس از انجام دوره ابتدایی مکتب به سال 1311 کاتب شرکت پشتون قندهار شد و 3 سال بعد به صفت نماینده مجید زابلی رئیس شرکت به بمبئی اعزام شد. او در طول اقامت خود در هند اردو و انگلیسی آموخت و با خان عبدالغفار خان و برخی اعضای حزب کمونیست هند روابط برقرار کرد. ترکی به سال 1316 به کابل برگشت و به کمک زابلی به سفارت شوروی راه یافت و از 1320 تا 1330 که به صفت آتشه مطبوعاتی به واشنگتن فرستاده شد، ولی به اثر بیکفایتی خیلی زود با وسیله محمد داوود صدر اعظم سبکدوش گردید. او با برگشت دوباره به کابل دارالترجمه نور را تأسیس نمود و از آن باعث لانه جاسوسی شوروی ها استفاده میکرد. 5 جدی 1343 ترکی طی نشست با کارمل، کشتمن، زیر دانش، لایق، میثاق، جوزجانی و برخی کمونیست های دیگر در منزل خود باقی کارته 4 کابل حزب کمونیستی را به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان اساس گذاشتند. او در 22 حمل 1345 امتیاز جریده خلق را حاصل می کند و بارق شفیع را که به شاعر هرزه سرا معروف بود و در مدح لینین قصیده سرایی می کرد به مدیریت مسئول آن می گمارد. اما جریده پس از 6 شماره به اثر مخالفت مشران و جرگه مصادره گردید. ترکی از کتاب دبنگ مسافر خود جایزه $70,000 مسکو را حاصل می کند. جایزه بهانه‌ای بود تا ترکی آن را به خاطر تطبیق اهداف شوروی به مصرف برساند. همچنان خلقی ها کتاب زندگی نوین را به ترکی منسوب کردند که یک سرقت ادبی است، زیرا ترکی نمی توانست به دری چیزی بنویسد. ترکی شخص بیرحم، قدرت طلب و ملیت پرست بود که در اژده ثور 1357 از روابط خود با شوروی ها چنین یاد کرد: خپل شمالي ستر ګاونډي شوروي اتحاد سره د هر اړخیزو دوستانه مناسباتو تحکیم، پراختیا او توسعه. شوروی و هند اولین کشورهایی بودند که رژیم کمونیستی را به رسمیت شناختند. حزب کمونیست خلق به زودی شعار نان، لباس و خانه را روی کار کرد. گماشتگان خلق در سطح سر کشور صلاحیت یافته بودند تا هر کسی را که در برابر شیوه های کمونیستی آنان قرار میگیرد از میان بردارند. 11 حسد 1357 ترکی خطاب به دختران مکاتب میگوید: ملګری ډیر خوشاله شول چې زموږ استعدادونه، زموږ پیغلې، زموږ ځوانان داسې استعدادونه لري چې حتی نه یوازې زه بلکې خارجیان یې له هغوی هم حیران کړي وو. یو سفیر ماته وویل چې ما قطعا دا توقع نه کوله چې په افغانستان کې دي نجونې دغسې هنري حرکات ولري. واضحاً او به پارچه های اشاره می کند که اکثراً با وسیله دختران خلقی های دو آتشه و پرچمی ها نمایش داده می شد و تلویزیون هم به عنوان رشد هنر خلقی به پیمانه وسیع به نشر و پخششان می پرداخت. در مورد ترکی تمام محققین نظر واحدی داشته و همه از او تعریف یک شخص ساده‌لوح را می‌دهند. با توجه به صحبت‌های او می‌توان دریافت که او تا چه حدی در لای شعارهای سرخ گم شده بود.
حتی زموږ د اووم نمبر فرمان چې تاسو ته رښتیا وایم پر ادبیات یې تاثیر وکړ، پر غزلو پر دلو یې تاثیر وکړ. مثلا پخوا به سندرې ویل کېدې چې نه دې وینم نه را رسېږي، په هجران کې دې سوځم، و داسې دی و هغسې دی، دا خبرې به یې کولې. اوس قطعا د ادبیات دغه چې د شعر و شاعري و دې ته له بیخه تغییر ورکړ. ما ګرانو خلقی افسرانو بدون حد و شرط به شوروی بستگی داشت. ترکی و امین که هیچ تجربه‌ای از دولتداری نداشتند به مسکو اظهار کردند که ما پیروز ببرک کارمل سفیر در چکسلواکیا، نور احمد نور سفیر در آمریکا، اناهیتا راتبزاد سفیر در یوگسلاویا، دکتر نجیب سفیر در ایران، محمود بریالی سفیر در پاکستان، عبدالوکیل سفیر در انگلستان و فیض محمد سفیر در عراق. کارمل پیش از سفر به پراگ شب 20 جولای 1978 هنگامی که قیود شبگردی وضع بود با اعضای کمیته مرکزی خود به مقر خبرنگار تاس رفته و خواستار ملاقات با سفیر پوزانوف گردید. سفیر از ملاقات خودداری کرد و به کارمل گفته شد که سفیر حضور ندارد. سفرا رهسپار خارج شدند، اما امین به این اکتفا نکرد و دنبال پرچمی‌های باقی مانده را گرفت. 28 اسد 1357 قادر وزیر دفاع، تورن جنرال شاهپور احمدزی لوی درستیز، میر علی اکبر رئیس شفاخانه جمهوریت و بعدها نیز کشتمن و رفی به جرم توطئه علیه ترکی زندانی شدند که اعترافاتشان در مورد کودتای به نفع کارمل به پیمانه وسیع پخش گردید. کشتمن بعدها در این مورد گفت که اسدالله سروری برای اخذ اعتراف او را شکنجه های غیر اخلاقی نیز داده است. سفرای پرچمی معزول گردیده و از آنها خواسته شد تا به کشور برگردند.
اما هیچ یک از آنها برنگشت و رسانه‌های گروهی ابراز داشتند که کارمل اضافه از $7,500، نور احمد نور $210,000، بریالی $2,400، اناهیتا تبزاد $7,600، بکیل $2,000 و دکتر نجیب 21 میلیون ریال را از حساب سفارت‌های خیش ربودند که در جلسه 6 قوس 1357 همه آنها از عضویت حزب خلق اخراج شدند. در آن زمان در افغانستان حدود 1,000 تن مشاور نظامی و 2,500 تن مشاور ملکی حضور داشتند، اما ترکی مجموع مشاورین را 1,100 نفر وانمود می‌کرد. ریفرم هایی را که رژیم بر عرصه اجرا می‌گذاشت به سرعت نفرت مردم را سبب می‌گشت. رژیم طی فرمان شماره 3 محکمه انقلابی را تأسیس و تعیین قضات آن را از صلاحیت شورای انقلابی دانست تا آزادانه به قتل و کشتار بپردازد. با وسیله فرمان شماره 6 و ضمایم آن پرداخت مبالغ گروی ملغا اعلام شد. فرمان شماره 7 در مورد مهر به حقوق زن و مرد مستقیما در برابر سنن و عنعنات مردم قرار گرفت و طی فرمان شماره 8 اعلام گردید که زمین اضافه از 30 جریب درجه اول و معادل آن از مالک اخذ و بدون پرداخت قیمت به دیگران توزیع گردد. تعلیم و تربیه ضد اسلامی با ترویج کتاب‌های سیاست، علوم اجتماعی و فلسفه بر دانشکده‌ها مسلط گردید و مکاتب و سایر ارگان‌های تعلیمی وظیفه گرفتند تا بدون استثناء کنسرت‌هایی را شامل رقص‌های دختران و پسران ثبت تلویزیون نمایند. حزب خلق در 27 میزان 1357 بیرق سرخ کمونیستی را برافراشت که در آن محراب و منبر جای خود را به نوشته خلق و ستاره 5 گوشه‌ای خالی کرده بود. ترکی، امین و سروری پس از ایجاد محکمه انقلابی اعدام‌های بدون محاکمه را آغاز کردند که در این زمینه اسناد زیاد به امضای اسدالله سروری وجود دارد. و پلیگین پرچرخی که با کشتارگاه‌های مسلمانان تبدیل شده بود در اثر کاوش‌ها به سال 1372 کشف گردید. برخی اسناد گواهی آن است که عده‌ای از هموطنان ما در اینجا زنده به گور نیز شدند که قرار برخی گواهی‌ها اساکری دیدند که زمین‌های پلیگون پس از دفن هموطنان ما تکان می‌خورده است. ویانا 17 جون 1979 کارتر طی صحبت با برژنف گفت: من می‌خواستم که تشنج زدایی اروپا و مناطق دیگر نیز توسعه یابد. پرابلم‌های زیادی در ایران و افغانستان وجود دارد، اما آمریکا نمی‌خواهد در امور داخلی این کشورها مداخله کند و انتظار داریم که شوروی نیز چنین کند. و برژنف در پاسخ گفت: ما درباره انقلاب افغانستان از رادیو آگاه شدیم. شوروی توقع دارد آمریکا در قطع عملات بر رژیم کابل با ما بپیوندد. و به این ترتیب آمریکا که تا آن وقت اوضاع را به حیث ناظر دنبال می‌کرد و پس از سقوط رژیم شاهی ایران گویا کشور دیگری را در منطقه از دست داده بود، شوروی را در مورد افغانستان هشدار می‌دهد. 13 قوس 1357 ترکی و اطرافیان نزدیکش به شوروی سفر نموده و در آنجا از طرف برژنف پذیرایی شدند. فردای همان روز ترکی طی بیانیه نکات نظر شوروی را در مورد کره جنوبی و پشتونستان رسما تایید نمود و برای صحت و طول عمر برژنف دعا کرد. 5 دسامبر 1978 برابر به 15 قوس 1357 ترکی معاهده ننگین حسن همجواری را با برژنف امضا کرد که در نتیجه آن به شوروی اجازه مداخله نظامی در افغانستان را نیز بخشید. در قسمتی از معاهده آمده است که طرفین به منظور تقویه دفاعی انکشاف همکاری ها را در ساحه نظامی به اساس موافقتنامه ها دوام خواهند داد. 11 حمل 1358 امین که به حیث لمړی وزیر تعیین گردیده بود کابینه جدید را به ترکی معرفی کرد که بیشتر اعضای آن را افراد وفادار به خودش تشکیل میداد.
امین همچنان پست وزارت خارجه را نیز به عهده گرفت. د دوی د تقرر هغه فرمانونه چې ستا په لاسلیک کلي شوي دي په خپل لاس ورکړل. د دې حکومت ترکیب داسې دی: حفیظ الله امین لومړی وزیر او د خارجه چارو وزیر، ډاکټر شاولی د لومړي وزیر مرستیال او د عامې روغتیا وزیر، ډاکټر صالح محمد زیری د کرهنې او ارضي اصلاحاتو وزیر. رژیم کمونیست در هفته ثور 1358 اولین سالگرد پیروزی خود را با مراسم خاص کمونیستی جشن گرفت. سیاسی بیرو مرکزی کمیټې غړي د انقلابی شورا او د وزیرانو شورا غړي د خپلو مېرمنو سره د چکچکو په بدرګه د دې منظمو او د دې سترو بهیرونو احساساتو ته ځواب وایي. دا د توجه ورکړه وړاندې د لسمې د نهمې او لسمې ګوندي ناحیې بهیرونه په داسې حال کې چې زموږ د ستر مشر تصویر د څو تنو ځوانانو لخوا ول کېږي. لږ شېبه وروسته به د لوژ مخې ته راورسېږي او دوی به هم لکه د نورو ګوندي ناحیو د نورو نجونو ځوانانو ماشومانو اولین سالگرد در 62 سالگی. امین که دیگر به حد کافی نیرومند شده بود، در حالی که روز تولد ترکی اصلا معلوم نبود، در سرطان 1358 سالگرد تولد او را جشن گرفت. در محفل دختران مکاتب در نیمه شب به رقص و پایکوبی پرداختند که وطنجار و اسدالله پیام نیز آنها را همراهی کردند. امین با مهارتی که داشت ترکی را کاملا در کنترل خود درآورده بود. به این صحبت عادی که سند مهمی است توجه کنید. شما زود چیش نیستید؟ اصلا پروگرام تو بود که دو اینجا جمع اگر ما را گفتن که اینجا بشه چیز نفهمیدم نگال تولد آغاز سپتامبر 1979 برابر به سنبله 1358 ترکی برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای غیر منسلک عازم هاوانا شد. او می‌خواست امین را نیز با خود داشته باشد، زیرا دیگر احساس کرده بود که امین پلان‌های وسیع‌تری را برای کسب قدرت روی دست دارد. امین پیشنهاد ترکی را نپذیرفت، زیرا قبلا دکتر شاهولی را در جمله همراهان ترکی جا داده بود که می توانست به وسیله او از همه جزئیات سفر آگاه شود و از جانب نیز در نظر داشت تا برخی هواخواهان ترکی چون وطنجار، گلابزوی، سروری، میثاق، مستوریار و شرعی جوزجانی را از میان بردارد. نماینده استخبارات خارجی شوروی از پلان امین اطلاع حاصل می کند. اولین بار از موضوع به میثاق خبر داده می شود.